مردی زنی داشت که خیلی بد اخلاق و قرقرو بود. کار به جایی رسید که شوهر به تنگ آمد و تصمیم به کشتن او گرفت. او زن را به بهانه‌ای گردش به بیابان برد و در چاهی انداخت. چند روز بعد برگشت تا ببینه زن زنده است یا نه. از ته چاه صدایی آمد: ای مرد، من ماری هستم که با آرامش اینجا زندگی می‌کردم. تو این زن را انداختی اینجا و آرامشم را خراب کردی. اگر نجاتم دهی تو را ثروتمند می‌کنم. مرد تنهایی به درون چاه انداخت و مار را نجات داد. مار گفت: پولی ندارم، اما به قصر میروم و دور گردن دختر حاکم میپیچم و هیچ کس نمیتواند بازم کند جز تو. بیا و پول خوبی بگیر. مار نقشه‌اش را اجرا کرد. مرد آمد و مار را باز کرد و صاحب 1000 سکه طلا شد. مدتی بعد مار به شهر دیگری رفت و دور گردن دختر حاکم آن شهر پیچید. باز دنبال همون مرد فرستادند. مرد نزد مار آمد و مار تا او را دید به او گفت: دیگر کاری به کار من نداشته باش. مرد گفت: من کاری ندارم، فقط آمدم بگم همسرم در راه اینجاست. مار تا این دو شنید از گردن دختر جدا شد و فرار کرد. اخلاق بد همه رو فراری میده، حتی مار رو. اگه خوشت اومد لایک کن و بنویس بد اخلاقی ممنوع.